بیننده پرسیدن که در رابطه با کسی که خودشان را اهل حدیث میدانن و چهار مذهب را بد میگویند. نه، کسی که اهل حدیث باشه چهار مذهب رو بد نمیگه. اونی که اهل حدیث میگه خودش رو، سلفی میگه، اهل حدیث میگه و چهار مذهب رو بد میگه، جاسوس است، دشمن اسلام هست، منافق هست، شیطان هست و این انسان یک انسانی است که فتنه جو هست در بین امت اسلامی. هیچ اهل حدیثی، عالمی که واقعا اهل حدیث باشه، واقعا سلفی باشه، مذاهب اسلامی رو بد نمیگه. مذاهب اسلامی رو بد نمیگه، چون سلف ما صحابه هستن، سلف ما تابعین هستن، سلف ما مفسرین محدثین اسلام هستن، سلف ما همین فقهایی که هستن، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اینا سلف ما هستن. کسی میگه سلفی باید اینها رو دوست داشته باشه و از اینها پیروی بکنه در حق. اگر که اشتباهی کردن معصوم نبودن، ما از اشتباهشون پیروی نمی کنیم و متعصبم نیستیم که بگیم الا بالله آنچه که امام اعظم گفته درست است، بقیه همه غلط گفتن. نه، این تعصب است. کسی که این کار میکنه اینم فتنه‌گر است، اینم آشوبگر است، اینم احمق است، اینم از دین بیخبر است. پس اهل حدیث و سلفی واقعی هیچ وقت مذاهب اهل سنت رو بد نمیگه.